توی انتخاب کلید نقش داشته باشن. مثل مثلا یکی علمه که دیدیم هر طرف یه عدد رندومی انتخاب میکرد، بعد به هم دیگه یه چیزایی ارسال میکردن، اون مقدار نهایی که به دست میاد به عنوان کلید هر دو طرف نقش داشتن. این میشه کی اگریمنت یا توافق کلید. حالا بعضی وقتا پروتکل‌ها اینجوریه که دو نفر مستقلاً میتونن پروتکل رو اجرا کنن. بعضی جاها ما یه اصطلاحاً شخص سوم مورد اعتمادی به نام کاردیسی یا کی دیستریبیوشن سنتر هم داریم. همه میتونن ازش کمک بگیرن، همه بهش اعتماد دارن. از این به بعد این واژه کاردیسی یا کی دیستریبیوشن سنتر رو هم زیاد استفاده کنیم. این شکل توضیح بدم. توی روش در واقع بدون واسطه یا همتا به همتا، دو نفری که میخوام با هم کلید نشست بذارن از قبل یک کلید مشترک اصلی یا طولانی مدت داره. ولی تو مدلی که ما کاردیسی داریم لازم نیست اینا از قبل با هم دیگه کلید مشترک طولانی مدت داشته باشن. لازمه که هر کسی با کاردیسی داشته باشه و از کاردیسی کمک بگیره برای اینکه یه کلید نشست ایجاد کنه. چجوری میشه از کاردیسی کمک گرفت برای کلید نشست؟ فرض کنید که علی و کاردیسی قبلا یک کلید طولانی مدت داره. مثلا اسمش رو میذاریم پای علی با هم، هر دو تا این رو دارن. این هم داره، این هم داره. این و این هم با هم قبلا یک کلید طولانی مدت داره. پای حسن این هم داره. الان این دوتا میخوام با هم دیگه ارتباط بگیرن، نیاز به یک کلید جلسه مشترک دارن. چجوری میتونن این کلید رو تبادل کنن با هم بهش برسن؟ از کاردیسی هم باید کمک کنیم. به کاردیسی دیگه تولید بکن، چون کاردیسی جفت کلید داره به هر دوشون میتونه پیام ارسال بکنه به یک کلید نشسته. فعلیتونی آره، این یه پیام به کاردیسی بفرسته بگه من میخوام با علی ارتباط بگیرم. کاردیسی یک کلید مشترک درست کنه، خب هم به علی بفرسته هم به حسن. اونی که به علی میفرسته رو با کلید علی رمز کنه، اونی هم که به حسن میفرسته رو با کلید حسن رمز کنه. خب این شد یه پروتکل ساده. البته ایرادهای خیلی زیادی داریم این پروتکل، میخوام در مورد همین صحبت کنم. یا اینجا هم که گفتیم علی یک کلید درست کنه با این رمز کنه به این بفرسته که بعد با هم ارتباط داشته باشن، این هم یه سری ایرادات اساسی داره توی شبکه ما هم. ادامه بحثمون اتفاقا در مورد همین ایرادات و نحوه رفع اونا و دقیق‌تر و امن کردن همین پروتکل است. وقتی داریم در مورد پروتکل صحبت می‌کنیم یعنی همین دیگه. پس این میتونه یه پیام به کاردیسی بفرسته بگه که من میخواهم با حسن ارتباط بگیرم. خب این یه دونه KS تولید میکنه، بعد رمز شده KS با کار علی رو میفرسته به علی
و رمز شده کاه اس با کاه حسن رو هم میفرسته به حسن. از این به بعد هر دوتا اینا کاه اس رو دارن، میتونن با هم یه ارتباط هم بگیرن. این چه ایرادی میتونه داشته باشه قبل از اینکه بریم؟ اصلا نخواد بخواد خب اینجوری یه دفعه یه چیز میکنن ارسال پیام میکنن، مثلا تاییدی از این بر نیستش که بخواد و خود همون کالیسی ایمان مشکل داره تمام چیزان رو جمع میشه. خب نه، به کالیسی که اعتماد داریم، شخص سوم مورد اعتماد، اون منبع کلیدامون، دیتابیس کلیدامون اونجاست و فرق هم اگه اون لو بره که دیگه همه چی میرسن. خب بذاریم بریم جلوتر. خب اصطلاحاً اینجا کالیسی چیز دیگه مرکز تولید و نگهداری کلیده. همه کلیدها به صورت متمرکز اینجا هستن. از یه لحاظ کمک میکنه هم تعداد کلیدها کمتر میشه و هم مدیریت و ارتباطات راحت میشه. فرض کنید تو این سیستم اگه 100 نفر توی مثلا اپلیکیشنی یه جایی باشه، همه 100 نفر جفت باید با هم کلید مسترکی طولانی مدت داشته باشن. خب 100 نفر میشه ترکیب 2 از 100 میشه نزدیک 10,000 تا. هر کسی هم باید با هر کسی دیگه یک کلید نگهداری کنه، کار سختی. اینجا ولی هر کسی کافیه یه دونه کلید با کالیسی داشته باشه و این خیلی راحت تره، نگهداریش، مدیریتش، همه چی راحت تره. تنها ایرادی که این داره، اولا همه باید به کالیسی اعتماد داشته باشن، ثانیاً هم خود کالیسی میشه سینگل پوینت آف فیلیر. اگه کالیسی مثلا از کار بیفته، حالا لو رفتن که ایدار چیه، مثلا کالیسی یه روز شاتداون میشه، همه لنگ یا تعداد خیلی بالا بره بالا، کالیسی میشه گلوگاه کاربری. البته این مشکل رو میشه با در واقع ریپلیکیت کردن کالیسی و استفاده از چند کالیسی به جای یک کالیسی وقتی تعداد کاربران میرن بالا چیه؟ حلش. همه این چیزهایی که گفتیم در مورد فقط کلیدهای متقارن بود. اگر کلیدهای نامتقارن بخوایم استفاده کنیم، روش‌ها و الگوریتم‌ها فرق می‌کنه. شبیه همون چیزی که مثلا در مورد SSL گفتم دیگه. اینجا ما با یه سایتی که اونور دنیاست یه ارتباط امن می‌گیریم بدون اینکه نه جای مورد اعتمادی داشته باشیم، نه کلیدی از قبل شیر کرده باشیم. اونجا داریم از پابلیک اینفراستراکچر و رمزگاری نامتقارن استفاده. حالا اینا حسن و ایرادات و محاسن خودشون داره. چون نکته نیست. رمزگاری کلید عمومی مهمترین حسنش میتونه این باشه که شما نیاز به یک کالیسی آنلاین ندارید. هر کسی میتونه خودش این کار رو انجام بده و نیاز هم نیست شما کلید همراه داشته باشید. از پابلیک اینفراستراکچر کمک میگیرید برای اینکه اعتماد کنید به کلید عمومی بدن. تازه میرسیم به خود پروتکل‌ها. ما برای اینکه پروتکل‌ها رو بنویسیم، دیگه مجبور نباشیم اینجوری فارسی بنویسیم، یه سری علائمی داریم، نوتیشن ها، نمادها و علائمی داریم برای اینکه پروتکل‌ها رو بنویسیم. افراد رو با حالا حروف مثلا A و B و اینا نشون میدیم و آیدی A یا آیدی B میشه شناسه های طرفین توی ارتباطاتی که قرار پروتکل رو اجرا کنن. T رو برای شخص ثالث مورد اعتماد استفاده میکنیم
یا اینجا میشه همون کادیسی. کلیدهای طولانی مدت بین افراد رو مثلا بین A و T، کلید طولانی مدت رو با کای A و T یا کای B و T نشون میدیم و کای S رو هم برای کلید جلسه استفاده میکنیم. تو الگوریتم‌ها بعضی جاها از مهر زمانی استفاده می‌کنیم، تایم استمپ یعنی در واقع همین لحظه‌ای که من الان هستم مقدارش رو یادداشت کنم، اون میشه تایم استمپ، مهر زمانی. سلام بفرمایید. اگه تایم استمپ رو شخص A تولید کنه، اصطلاحاً اون رو با TA نشونش میدیم و فرض می‌کنیم که افراد ساعت‌هاشون هماهنگه. خود هماهنگی ساعت توی نتورک بزرگ توی شبکه خودش کلی داستان و جریان داره. حالا برای ما 2 ثانیه، 3 ثانیه، 5 ثانیه این ور اون ور بودن تایممون با این نفری که اون ور ارتباطه خیلی مهم نیست. ولی برای سیستمی که توی ثانیه میلیون ها عمل انجام میده، اینکه ثانیه یه میلی ثانیه این ور اون ور باشه مشکل درست میکنه. شما پیام رو میفرستی، از اون ور جواب میاد، فکر میکنید جوابی که اون فرستاده زودتر از پیام شماست، در حالی که اینجوری نیست، چون ساعت همون اختلاف داره. ساعتی که من زدم با ساعتی که اون زده یه همچین سوء تفاهم‌هایی بعدا میتونه ایجاد کنه. حالا ما نمیخوایم در مورد ساعت رو دیگه بریم، بحث سیستم های توزیعیه که توی یه پروتکلی توی یه شبکه افراد چجوری ساعتاشون رو با هم سینک کنن و ساعت یکسان داشته باشن. دیگه بعضی وقتا تو پروتکل مقادیر تصادفی استفاده میشه، معمولا بهش میگیم نانس، یعنی یه مقدار تصادفی یک بار هستن، معمولا با N یا NA نشون میدیم اگه توسط A تولید شده باشه. دیگه وقتی A به B یه پیام میفرسته اینجوری بنویسیم A یه فلش به B، یعنی A به B پیام میفرسته، پیام رو جلوش بنویسیم، این پیامیه که ارسال کرده. از این آکولادا برای رمزنگاری استفاده میکنیم، یعنی A به B این پیام رو فرستاده، کل این پیام با کلید A به T چیه؟ رمزنگاری شد. عرضم به خدمت این دو تا خط‌ها نشونه کانکته، یعنی به هم چسبونده. M رو با آیدی A با آیدی B با هم چسبونده، ستا رو با هم رمز کرده با کلید A. این آکولاده علاوه بر رمزنگاری فرض میکنیم که اتنتیکیشن رو هم داره انجام میده، هم رمز داره میکنه هم اتنتیکیشن میکنه، مثلا با روش انکریپتد اتنتیکیشن. و اگر هم یه جایی رمزنگاری نیاز نداشته باشیم و فقط اتنتیکیشن نیاز داشته باشیم، با این دو تا علامت نشون میدیم، یعنی این پیام رو A به B فرستاده، یه برچسب تصدیق صحت پیام هم بهش چسبونده، کل پیام رو ولی رمز نکرده. در واقع این که M رو با کار تصدیق کنیم معادل اینه که M رو بفرستیم، کد تصدیق رسالت M رو با کلید هم درست کنیم و بهش بچسبیم و بفرستیم. وقتی اینجوری داریم می‌نویسیم یعنی پیام رمز نشده ولی اتنتیکیت میشه. برمیگردم به اینا. مثلا این یه پروتکل ساده است، همین شکل تقریبا.
پروتکل اینجوریه که A به T چی میفرسته؟ آیدی A و آیدی B. خب ارزم خدمت تو چیه؟ کلید جلسه میفرسته. A هم به B کلید جلسه میفرسته و آیدی خودش هیچی رمز نشده. آره مشکل داره دیگه. مشکل اینه که یه نفر کانال رو شروع کنه کلید جلسه رو میگیره. خب بس باید چیکار کنیم؟ حالا این پروتکل رو کمک کنیم عوض کنیم درست بشه. این باید رمز بشه دیگه. با چی رمز کنه؟ خب ما میدونیم فرضمون اینه که هر کسی با کی یک کلید مشترک داره. کار بیتی رو دارن این دوتا هم کار ایتی رو دارن. فرضمون اینه که هر کسی از راه با کی یک کلید مشترک داره. الان چجوری میشه این کار رو انجام داد؟ رمزنگاری اضافه کرد بهش. اینو رمز کنیم که باید میکنه KS رو بیایم چیکار کنیم؟ رمز کنیم با چی؟ با AUT. این KS رو به دست میاره. دوباره اینو بخواد اینجوری بفرسته مشکل دیگه. عرضم به خدمت که یه نفر دوباره اینطور میتونه شروع کنه. ولی از طرف دیگه این با این هیچ کلیدی ندارن که رمز کنه. پس چیه؟ پس این خودش باید به اینم بفرسته. این خودش باید KS رو با اینم رمز کنه به اینم بفرسته. حالا میتونه مستقیم به این بفرسته، میتونه بده این بهش بفرسته. معمولا برای اینکه تی سرش شلوغ نشه و تعداد پیام‌هایی که مبادله میکنه کم بشه میده A و A میفرسته. یعنی چجوری؟ علاوه بر اینکه اینو به A میده یعنی که بیوتی هم A میده کلید رو نمیده. KS رو با کلید بیوتی رمز میکنه. اینو به A میده، میگه اینم بفرسته B خودش میدونه چیه توش. خب الان مرحله سوم A به B میگه که من A هم بیا با هم ارتباط برقرار بکنیم. اگه کلیدم نیاز داری من قبلا از تی گرفتم. خب میتونست این رو خودش مستقیم بفرسته به بی. ولی گفتم اون ایرادش اینه که ما معمولا چون این سینگل پوینت آف فیلیره تبدیل میشه به گلوگاه، برای اینکه هر کاری بتونیم انجام بدیم که کارش رو کمتر کنیم. اینو که میفرسته اینم داخل همون پیام میفرسته میده به A میگه خودت برو دیگه این وقت ارتباطت رو برقرار.
اینجا داشته باشیم تا جلسه بعد.